ذهن خودت رو مثل یک باغ تصور کن. صمیمیت درست مثل نور و خورشید و آب این باغ رو تغذیه میکنه و به احساسات و افکارت کمک میکنه تا شکوفا بشن. صمیمیت چه عاطفی باشه و چه جسمی تأثیر مثبتی بر مغز میگذاره. چون هورمون‌هایی مثل اکسیتوسین و دوپامین آزاد میکنه که باعث احساس ارتباط، لذت و آرامش میشن و همزمان میتونن استرس رو کاهش بدن و حال و هوا رو بهتر کنن. اما نبود صمیمیت سلامت مغز رو به خطر میندازه و منجر به افزایش استرس، اضطراب، افسردگی و تنهایی میشه و حتی اعتماد به نفس، عملکرد ذهنی رو هم تضعیف میکنه. صمیمیت فقط به نزدیکی جسمی محدود نمیشه، بلکه به معنای پیوند عمیقیه که با دیگران داریم. وقتی این ارتباط حیاتی وجود نداشته باشه، تعادل هورمون‌های اکسیتوسین و کورتیزول به هم میخوره. تا حالا دقت کردی یک بغل گرم یا یک گفتگوی عمیق میتونه به اندازه یک غذای خوب آرام بخش باشه؟ این به خاطر اینه که صمیمیت اکسیتوسین هورمون پیوند و آرامش رو فعال میکنه که استرس رو کاهش میده و روابط عاطفی رو تقویت میکنه. ولی وقتی این صمیمیت نباشه، کورتیزول، همون هورمون استرس، بالا میمونه و باعث میشه که مضطرب، عصبی و خسته بشی. در طول زمان این وضعیت میتونه منجر به تنهایی مزمن، التهاب و افزایش خطرات مشکلات روانی مثل افسردگی بشه. مغز ما برای نزدیکی و ارتباط ساخته شده و بدون اون دچار مشکل میشه. نبود صمیمیت حتی میتونه مغز رو فریب بده تا مدام انتظار طرد شدن داشته باشی. این فقط حس تنهایی ایجاد نمیکنه، بلکه مغزت رو دوباره برنامه‌ریزی میکنه تا باور کنی سزاوار تنها بودن هستی. تحقیقات نشون میده وقتی افراد پیوند اجتماعی نداشته باشن، بخشی از مغز که درد رو پردازش میکنه فعال میشه و طرد شدن اجتماعی رو درست مثل یک زخم جسمی تجربه میکنه. همین باعث میشه فرد بیشتر از دیگران فاصله بگیره و چرخه انزوا شدیدتر بشه. در واقع هرچه ارتباط کمتر باشه، پیدا کردنش سخت‌تر میشه. نبود صمیمیت درک ما از خودمون رو هم تحریف میکنه. صمیمیت نقش بزرگی در شکل دادن به تصویر ذهنی ما از خودمون داره. وقتی روابط نزدیک نداشته باشیم، مغزمون شروع میکنه به بیش از حد تحلیل کردن تعاملات گذشته و اونها رو به شک به خود و افکار منفی تفسیر میکنه. پژوهش‌ها نشون داده که قطع ارتباط اجتماعی شبکه پیش‌فرض مغز رو پیش‌فعال میکنه و باعث افزایش انتقاد از خود و احساس ناامنی میشه. وقتی بازخورد عاطفی دیگران وجود نداشته باشه، ذهن ما خودش رو جاهای خالی رو پر میکنه. معمولاً هم با بدترین سناریوها. این وضعیت نه تنها برای سلامت روان، بلکه بر توانایی‌های شناختی هم تأثیر میذاره و تمرکز و یادگیری و حتی تصمیم گیری رو دشوارتر میکنه. درست مثل باغی که بدون نور و آب پژمرده میشه و علف‌های هرز رشد میکنن. مغز هم بدون صمیمیت پژمرده میشه و اضطراب، استرس و افکار منفی در اون ریشه میزنن. اما خبر خوب اینه که همونطور که میشه یک باغ رو با مراقبت زنده کرد، مغز هم میتونه با ارتباط اجتماعی مثبت دوباره ترمیم بشه. کارهای ساده‌ای مثل صحبت با یک دوست، در آغوش گرفتن یک عزیز یا گذراندن وقت با دیگران میتونه مغز رو دوباره برای مثبت اندیشی بازآموزی کنه، تاب‌آوری رو تقویت کنه و تعادل روانی رو برگردونه. پس هر وقت احساس کردی قطع ارتباط کردی، یادت باشه که صمیمیت رو پرورش بدی، چون مهمترین باغی که باید مراقبش باشی ذهن توئه. ارتباط یک تجمل نیست، یک نیاز زیستیه. وقتی صمیمیت رو پرورش میدیم، مسیرهای عصبی فعال میشن که شادی رو افزایش میده. حافظه رو تقویت میکنه و کارکردهای کلی مغز رو بهتر میکنه. در مقابل تنهایی مثل یک استرس مزمن عمل میکنه که هم ذهن و هم بدن فرسوده میشه. تحقیقات نشون میده افرادی که روابط اجتماعی قوی دارن، عمر طولانی‌تر، زندگی سالمتر نسبت به افراد منزوی دارن. حضور صمیمیت حتی از سیستم‌های ایمنی بدن هم پشتیبانی میکنه
و ما رو در برابر بیماری مقاوم‌تر میکنه. اکسیتوسین رو میتونیم داروی طبیعی بدن بدونیم، چون فشار خون رو پایین میاره، اضطراب رو کم میکنه و اعتماد رو به وجود میاره. اما تنهایی مزمن سطح کورتیزول رو بالا نگه میداره و این میتونه به قلب آسیب بزنه، ایمنی رو تضعیف کنه و خواب رو مختل کنه. برای همینه که اهمیت دادن به روابط درست به اندازه تغذیه، ورزش و خواب برای سلامت بسیار ضروریه. در نهایت صمیمیت نه تنها بر احساسات بلکه بر عملکرد مغز هم در سطح بنیادی اثر میگذاره. صمیمیت احساس خودمان نسبت به خودمون رو شکل میده و رنگ و بوی عواطف ما رو تعیین میکنه و زیست شناسی بدن رو تنظیم میکنه. نبود اون باعث میشه مغز در چرخه‌ای از استرس، ترس و شک به خود گرفتار بشه. اما وجودش باعث شکوفایی مغز، رشد، تاب‌آوری و شادی میشه. پس اگر روزی فکر کردی که چرا یک بغل ساده، یک گفتگوی معنادار یا حضور کسی که واقعا به تو اهمیت میده میتونه اینقدر قوی و آرامش بخش باشه، دلیلش اینه که مغزت برای چنین چیزی ساخته شده. صمیمیت اختیاری نیست. مثل نور و آب برای باغ ذهنت حیاتیه. از اون مراقبت کن تا ذهن تو شکوفا بشه. ارائه شده توسط کانال یوتیوبی تالک فارسی.